قدم روی چشم ما گذاشتین، به منزل پروفسور حسابی تشریف آوردین. امیدوارم که تو این بازدیدی که از اینجا میکنیم علاقمون و دلبستگیمون به این آب و خاک و مردمش و کسایی که سعی کردن به قول آقای دکتر حسابی یه لقمه نونی به سفره فقیر ایران اضافه بکنن بیشتر بشه. من خیلی دلم میخواد شما این حس بهتون اینجا دست بده که وقتی تو منزل آقای دکتر حسابی میایین، آقای دکتر نسبت به همه چیزا توجه داشتن، از یه تعمیر در خودشون انجام میدادن تا یک کاشی که کنده شده بود، تا آدمایی که اینجا کار میکردن، تا حیواناتی که اینجا بودن، تا درختایی که اینجا هستن. شما تو ذهنتون میگین آدما تو خونه چند نفر زندگی میکنن؟ آقای دکتر حسابی وقتی که انقلاب شد میگفتن اگر ما میخوایم این انقلاب رو نگه داریم، اگر میخوایم ایران رو سربلند بکنیم، هیچ راهی وجود نداره به جز اینکه رو پای خودمون بایستیم. میگفتن نوآوری راه نجات این مملکت. رفتن این خونه رو گرو گذاشتن و 47 میلیون تومان از بانک پول گرفتن و ماشاءالله تا تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی الان حدوداً تقریباً 32 ساله که 122 نفر دکتر مهندس استاد دانشگاه در منزل آقای دکتر حسابی کار میکنن. بیش از 50 مورد نوآوری، مکانیک، هیدرودینامیک، الکترونیک، اپتیک، فیزیک، ولی ریشش فیزیکه. چرا؟ آقای دکتر میگفتن یه اختراع در علوم پایه 1000 شاخه مهندسی میده، 1000 شاخه پزشکی، ولی یه اختراع در پزشکی، یه اختراع در مهندسی همون یه شاخه رو میده. میگفتن دنیا فهمیده، رفته از علوم پایه حمایت میکنه. حالا ما ان شاءالله یواش یواش یاد میگیریم، برای اینکه علوم پایه است که کشور رو نجات میده. حالا ممکنه بفرمایید که خب اینا کجا کار میکنن؟ جالبه شما تو منزل آقای دکتر حسابی وارد میشین فکر میکنین اینجا ما چند تا سوراخی داریم، چند تا اتاق داریم؟ تقریبا 134 5 تا. خب این 134 تا 5 تا با هم دیگه چجوری ارتباط برقرار میکنن؟ دلم میخواد نگاه کنه. آقای دکتر یه آیفونایی رو نصب کردن، مورس رو بهش اضافه کردن، یک کوک میزنی یه دونه مال آقای دکتر، 2 تا یک مال مادرمه، 3 تا مال منه. یعنی اینجا همه با هم ارتباط دارن، هم صبح تا شب کار میکنن. بسیار بسیار قابل رؤیته. ان شاءالله قدم رو چشم ما بذارین تماشا کنید.